با تعداد 250 تن اعضای داعش به سرکردگی مولوی حبیب الرحمن آمر عمومی داعش در زون شمال امروز در شهر شبرغان مرکزی ولایت جوزجان از ولسوالی درزا به این شهر منتقل شدند و با نیروهای امنیتی پیوستند. افرادی که در صفوف گروه بدنام داعش قرار داشتند و در برابر ملت شریف افغانستان و نیروهای قهرمان این کشور می جنگیدند، با درک واقعیت ها و امروز تصمیم گرفتند که در پهلوی دولت خود باشند و از بیشتر برای وطن خود سبب تخریب وطن نشوند و وطن خود خدمت بکنند و آبادی وطن خود صحیح باشند. باشندگان ولایت جوزجان به این باورند این گروه در جنگ با گروه طالبان مقاومت کرده نتوانسته و مجبور به دولت پیوستند. از آیندهشان حراس دارند که پس دوباره اینا مسلح شده بر علیه دولت و یا مردم بجنگند.